تصویری که شاهد آن هستین لوبیای دفع شده نیست، بلکه یک خوراکی در هندوستان است. سبک درست کردن این خوراکی به مانند گلبازی در دوران کودکی است و حتما این کار باید در کف توالت یا کف حمام انجام شود. این خوراکی به سوهان آخرت معروف است. بیشترین ترکیبی که در این نوع برینی وجود دارد خاک و خل زمین و ناخن پای کارکنان است. نسبت دانشمندان به تازگی پی بردند که ان نسبت به این پدیده تمیزتر و سالمتر است. یکی از کسانی که در نبود ملک الموت تلاش بسیاری می کند عبدالکفک است. به هنگام ملاقات با او قدم بعدی قصال خانه است. کپک معتقد است که غذایی که تو را نکشد مفت نمی ارزد. غذای او سرطان سخاری نام دارد و هنوز برای آن پادزهری کشف نشده. او با استفاده از دستان نسوز خود تخم مرغ و گوشت خر را به اسهال شغال تبدیل کرده و آن را در گازوئیل سرخ می کند. حتی نگاه کردن به آن می تواند انسان را دچار زخم معده کند. سرطان به روایت تصویر. غذاهای خیابانی در هندوستان پر ارتباطی است بین انسان و خالق هستی. یکی از این غذاها کتلت سرطان است که لوبیا مهمات چهارشنبه سوری داره. اصلا من نشدم خالی خوردم. قرار این تخم مرغه ها، مثلا تخم مرغه. من خودم دارم جلو روز سازمان مبارزه با بهداشت در هندوستان کسانی را که مخالف کثافتکاری هستند را به عنوان تمیز فی‌الارض معرفی کرده و این افراد به مدت 10 سال ممنوع النظافت هستند. اسهال کاپور معروف به فرشته مرگ. آخرین باری که او حمام را به چشم دیده امیتاب بچان 5 ساله بوده است. سوپ باکتری یکی از غذاهایی است که مردم از او خریداری میکنند. شغل قبلی اسهال کاپور لوله بازکنی بوده است. به همین علت شباهت بسیاری بین شغل جدید و قدیم او احساس می شود.